باز هم خسته نباشید دوستان عزیز. به نکته توجه کنیم. آقا ما پیمانکاریم، موندیم آیا فاکتور تو سامان و مادیان به حسب نوع خرید بزنیم یا به حسب الگوی پیمانکاری بزنیم؟ آقا هر دو تاش درسته، اما تو بعضی بیمه تامین اجتماعی به مشکل امکان داره بخوریم. مثلا نگاه تو سامانه مادیان تو قسمت کاپوشه میگه آقا تو قسمت قراردادها ازت سوال میکنه نام کارفرما چیه، نام پیمانکار چیه، موضوع قرارداد چیه، بگین شرح وظایف چیه، چقدر حق و ذمه پرداخت شده، چقدر به قول معروف تضمین انجام شده، موضوع قرارداد، همین چیز ازت سوال میکنه و طبق همون موضوع میای چیکار میکنی؟ صورت وضعیت ارسال میکنی. او کارفرما تایید میکنه، شما تایید میکنی، ایناش اوکی. اصولش اینا. حالا تو بحث بیمه تامین اجتماعی امکان داره تو بحث حسابرسی دفاتر ماده 47 تامین اجتماعی یا تو بحث بخشنامه ترخیص 11 یا بخشنامه ترخیص 13 تو بحث مقاطع کاری شد به مشکل بخوری. میتونی از سامان مادیان به عنوان اسناد مثبته تو هیئت‌های تامین اجتماعی دفاع بکنی، چون اونجا چون تو سامان مادیان یه سامان معتبریه به عنوان اسناد مثبته ترقی میشه. خوبیش اینه. اما تو بحث مالی اداره میخواد مالیاتشو بگیره، الان کار نداره، میخواد فاکتور خرید بزنی یا نوع الگوی پیمانکاری بزنی، امکان داره اصلا کارفرما شما رو اذیت بکنه. پس اونو بزنیم بره تو قسمت پیمانکاری ها. اینو گفتم به اشتراک بذارم. با تشکر.